الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلات و سلام علیکم رسول الله. صلات و سلام علیکم. سلام علیکم بینندگان محترم. من احمد رضاخوجه از منطقه رشتم زمین. حاضر شرایط که در وطن خودم هزار متشکر دادگی خدا به ملال زندگی به سر برده شدم. یک چیز ما را به طرف نمانکن ما باید که بیاییم در این کار دخالت کنیم که پیش معرکه انتخاباتی هست برای حزب و برای دولت که مهم است. ما برای همین به طرف نیستاده آمدن اصلا با همراهی سرخطیبای ناحیه یک جا شده مقصد سیاستی حاضره جناب عالی را دستگیری کرده به حزب وی آواز داده مقصد حرکت میکنیم که در منطقه رشتم زمین که حاضر هزار متشکل دادگی خدا به حد تنگی است. همه مسجدهای منطقه رشت 5 وقت اذان 5 وقت نماز گذاشته می شود. یگان مقصد زوراوری یگان چنین نیست است. هزار متشکل دادگی خدا منطقه رشتم زمین یکی از منطقه‌های با امنی جمهوری تاجیکستان حاضر به حساب می رود. ما چکلی که همه منطقه رشتم زمین مقصد با درک بود که ما 2010 بعد همین واقعهای مقصد از سر گذشتگی ما چی بدیم با چی شدیم با حاضر چیکارگر هستیم. هزار متشکر خدا ما را از جناب عالی 3 بار عفو کرد. بعدی مقصد همین واقعا حاضر شرایط در خلاق در وطن زمین داریم محنت کرده شدیم یگان کمبودی و نارسایی نداریم. لیکن ای همه مردم تاجیکستان خواهش التماس میکنیم که چی واقعایی که در سر ما گذشت ما همش نقطه به نقطه گفتنی نیستیم. لیکن همه کارهای ما درس عبرت گرفته و همه کارهایی که پیش میرن و مقصد دست نزنن. حاضر شرایطی در مقصد گرد اطراف رسپوبلیکای ما وطن ما مقصد یگو کاربار نوتنجی ها رفته شده است. از همه مقصد شهروندای تاجیکستان خواهش التماس میکنیم که در یگان گپ و گزار خارجیان نروند و به هر کار دست نزنند. در بسیاری وطن ها هست که جنگ جدال مقصد کاروبار هست که مسلمان ها را میکشن مسلمان ها اشارش میکشن و از همین ها قطعی نشوند و به گفته ها نکنند. برای آن که مقصد وطن ما یک بار چکلی که سرخطیب حاضر گفت یک بار ما سوختیم و مسلمان از یک مار یک بار میگذد یا که اینه که سوخته شیر از شیر سوخت 2 وقت پوخ میکنه میزنه. برای همین طبع ما همه این جنگ و جدال همه این معرکه را از سر گذروندیم لیکن یگان فایده ندیدیم.